بچه‌ها سلام، خسته نباشه. این حامد پیراونگیه، نمیدونم حالا میشناسید نه. توی اینستاگرام به اهل سنت زیاد فوش میده. یا امروز صبح اومد دایرکت من به من گفت وهابی حرامزاده. یه فوش داد، یه توهین کرد. منم گفتم بی سواد مشرک. بعد گفت بی سواد تو کی نی؟ من گفتم آها یه چیز دیگه هم هستی که نمیگم. آها واسه نقطه. صد شیعه هرگز امثال شما رو نمیبخشه. من تشنه خون شما وهابی‌ها هستم. منم گفتم ما هم شما رو نمیبخشیم. باشه بچرخ تا بچرخیم. بعد من اینجا گفتم این جزء دین شماست، یعنی اینی که شما تشنه خون وهابی هستید این جزء دین شماست که هم مخالفا رو بکشید. بذاره تو عددی نیستی، بگو بزرگترت بیاد خودش رو بمدد. مگه من خواستم باید مناظره کنم؟ مگه من خواستم باید صحبت کنم؟ تو پیام دادی، تو اومدی تو دایرکت من. خب تو که عددی نیستی، بگو بزرگترت بیاد خودش رو بمدد. این گفت چی خودش رو بمدد؟ منم گفتم مایی نوایی بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی. بعد که گفت خدایشا به امرت، منم گفتم آها خدایشا تو سوار. بعد چی زده؟ باشه پیرو حیدر کرار از کسی باکی نداره کوچولو. منم گفتم ولی حیدر کرار، من گفتم این گفته باشه پیرو حیدر کرار از کسی باکی نداره کوچولو. منم گفتم ولی حیدر کرار میگه ای کاش شما رو میدادم یه سرباز از معاویه میگرفتم. میگه تو کتاباتون هست، ما خودمون که نمیگیم. میدونم اینجوری براش عینک فرستادم حالش ببرم. بعد زده خدای ما خدای یک تا پرست یک تاست، نمو فرفرین خودتون دست داره مشرک. منم گفتم خدای شما 14 تاست، سوار شطور میشه، حالت تناسلی داره، کنیزم داره، بر روی رانش میشینه. بعد زده بعد خدای ما یکی اون 14 تا بهترین بندگان خدا هستن. منم گفتم داداش من خدای شما رو خوب میشناسم، چه غلطا این خدا رو از کجا آوردی؟ نمیشناخت، نمیدونه تو کتاباشون در مورد خودشون چه چیزایی نوشته، اصلا کتاباشون رو نخونده. منم زدم از کتاباتون هنوز کتاباشون رو نخونده. بعد میگه خدای ما کسی که قرآن رو بر خاتم فرستاده و تمام کننده شد. گفتم خدای شما اصلا خدا نیست، یه بدبخت عاجزه. به من گفته خدای شما خوابیده الان کجاست؟ خدای ما خالق همه عالمه این گفته. گفتم وقتی که خدای شما شتر سواری میکنه الله اهل سنت خدایی میکنه. وقتی خدای شما با آلتش بازی میکنه خدای ما خدایی میکنه. وقتی خدای شما رو رانش نشسته الله ما اللهی میکنیم. نذار خداتون رو تو کلیپام معرفی کنم وگرنه حیثیت نداشته شما رو با خاک یکسان میکنم. ببین چی نوشته، ببین تو خدای خودتو بخواه، منم خدای خودمو، دروغاتم بگم تو کلیپات ببینم میبینم، برو به درک. منم گفتم الله اکبر، حق آمد و باطل رفت.